پیام جالب و دور از تصور بانو نغمه برای تمامی علاقمندان و دوستدارانش. این هنرمند محبوب و مطرح افغان آیا بار دیگر میخواهد ازدواج کند؟ گفته های تازه نغمه که هرگز باور نخواهید کرد و جراحی صورت جدید نغمه کاملا و دور از تصور. بانو نغمه در کجا زندگی می کند و توسط چی افراد حمایت می شود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. بانو نغمه یکی از هنرمندان پرطرفدار، محبوب و مطرح افغان که علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این هنرمند محبوب و مطرح افغان از سن نوجوانی علاقه فراوانی در سرودن آهنگ داشت. کارهای هنری بانو نغمه مورد حمایت گسترده افغانها قرار می گرفت. این هنرمند نامآوازه و مطرح افغان در کشور امریکا زندگی می کند و تاکنون دوبار ازدواج کرده است و از هر دو همسرانش جدا شده است. 5 فرزند دارد. تمام فرزندانش ازدواج کرده است. بانو نغمه مانند همیشه به کارهای هنر موسیقیش پرداخته است. حمایت گسترده از طرف افغانها می شود. بانو نغمه چند روز قبل در بزرگترین جشنواره موسیقی افغانها در کشور امریکا اشتراک کرد و کارهای هنری بانو نغمه مورد حمایت گسترده افغانها قرار گرفت. این هنرمند محبوب و مطرح افغان توسط افغانها حمایت می شود، ولی جالب اینجاست بانو نغمه قرار است برای بار سوم ازدواج کند و به همین دلیل بانو نغمه تاکنون چندین بار صورتش را جراحی زیبایی کرده است، اما معلوم نیست همسر جدید بانو نغمه کی خواهد بود و وی با کی ازدواج خواهد کرد. ولی من آرزوی خوشبختی و موفقیت برای این هنرمند محبوب و مشهور کشور از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، هر یک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو را و الله منان امانت گذاشته شاد و موفق کامیاب باشید.